إبراهيم يعقوب الزقزقي. وكما قلت سوف نسمع هذه الكلمات باللغة الفارسية، وإذا كان لنا فرصة إن شاء الله سوف نلخص باللغة العربية إن شاء الله. والآن نستقبل الشيخ عبد الله مع الصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. وعرض أدب واحترام دوستان علماء مراجع الإسلام مراجع الشيعة رهبر معظم الإسلام سيد علي الخامنئي وحمي مراجع الشيعة عرض أدب احترام وتقديم تعظيم برای این ایام سوگواری أبا عبد الله الحسین علیه السلام ایام 40. سه تا نکته می‌کنیم برای به دوستان خدمت دوستان عرض بکنیم. نکته اول این موکب پیاده روی 40 که تأسیس شده از طرف رهبر حرکت اسلامی سید ابراهیم زقزقی حفظه الله در چند سال دوره فعالیتش انجام ده در عراق. موکب حرکت اسلامی نیجریه تشکیل شده از کد زبار حرکت اسلامی از نیجریه و طلاب حرکت اسلامی ساکن عراق و ایران لبنان و هر کجا، اما از طلاب حوزه و طلاب دانشگاه. نکته دوم که می‌خوایم تقدیم بکنیم در این موکب هر سال نمایندگی از طرف آقای زقزقی داره. امسال هم دکتر یوشا به عنوان نماینده آقای زقزقی در این موکب در حضور ما هستند. نکته سوم این است که حرکت اسلامی به رهبری آقای زقزقی حفظه الله در نیجریه فعالیتش از شروع شده از روز عاشورا تا روز 40 در کشور و در 40 امام حسین در عراق هم هر سال فعالیتش داره و ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. نکته سوم که میخوام عرض کنیم این است که آقای زقزقی حفظه الله که معلوم شده همه جهانیان خبر داشتن که اسرائیل و امریکا و همه مستکبران جهان بهشان حمله کردن. 6 سال ایشون را زندانی کردن. 6 تا از فرزندانش در طول 1 سال به شهادت رساندن. بیش از 1000 نفر از یاران ایشان به شهادت رساندن. بعد ایشان آزاد کردن، ولی این آزادی یعنی ناقصه، آزادی کامل نیست. آزادش کردن، بله تحت نظرشون نگاه داشتن، پاسپورتش گرفتن، ممنوع الخروجشون کردن، یعنی اجازه نمیدن بره خارج برای معالجه. با اینکه ایشون مریض داخل کشور، یعنی داخل کشور نمیتونن فیزیکان داخل کشور نمیتونن ایشون را معالجه بکنن، ولی دولت میدونه از ایشون ترسیدن و از خون شهدا، خون فرزندانش و خونش ترسیدن، ایشون را آزاد کردن، ولی میکنن ایشون را جوری
بکشن، یعنی ممنوع الخروج کردن. ولی الحمدلله ایشون خدا به سلامت داده، فعالیتش انجام میده توی خونش، سخنرانی ها، ملاقات، دیدارها، فعالیتش ادامه داره. ولی هنوز ایشون جوری زندانی کردن مظلوم متکبران جهان از در دست نوکرانشون دولت نیجریه. ایشون هنوز یه جوری زندانی، یعنی خونگی، نمیتونه بره خارج کشور برای معالجه، نمیتونه. لذا از هم ایشون هم همسر گرامی ایشون نیاز به معالجه دارم، به شدت نیاز به معالجه دارم و نیاز به درمان دارم، نیاز به سفر به خارج از کشور دارم، ولی دولت اجازه نمیدن. ولی بحمدالله و عنایت خدا و اهل بیت با همین وضعیت مریضی آنها فعالیتشون انجام میدن. فعالیت دینی، تبلیغ دینی، فعالیت انقلابیشون با همین وضعیت دارن انجام میدن. ولی نیاز به دعا دارن تا آزادیشون کامل بشه انشاءالله. این حرکت اسلامی که شروع شده و ادامه داره تا به فیروزی برسه انشاءالله. ترس دشمن این است که یک فیروزی مثل فیروزی ایران، مثل فیروزی امام خمینی در آفریقا اتفاق نخواهد بود. یعنی آنها ترس میکنن. ترسشون اینه که یک خمینی در آفریقا ظاهر شده. ترسشون این است که یک حرکت مثل حرکت امام خمینی در آفریقا به وجود آمد. بیشتر ترسشون این است که این حرکت را به فیروز برسه. متکبران جهان، ظالمان، این فاسدان و مفسدون این حرکت را دستشون را در کل آفریقا بالخصوص در نیجر قطع کن. ترسشون اینه. لذا ما در این ایام 40 در این فیاد ربی اعلام میکنیم فیام وعظ ذکر این حرکت را ادامه خواهد داد و از هیچ مستکبران جهان و از همه با همه و با همه مکرهای آنها و با همه نفوذی ها و با همه چیزی ها که انجام میدن، وعظ ذکر میگه این حرکت خداست، مال مو نیست، دست مو هم نیست. اگر کسی میخواد با خدا مقاومت کنه و مبارزه بکنه، بسم الله. لذا میگم انشاءالله ما آمدیم اینجا هر سال به نمایندگی وعظ که نمایندگی میفرسته پیاده روی 40 و به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تجدید بیعت میکنه، میگه ما هستیم، لبیک یا حسین رو میگیم. وعظ که با زبان ایشون، با زبان حال ایشون میگه آقای امام حسین شما در کربلا گفتی هل من ناصر ینصرنا، ما در قعر آفریقا میگیم هر سال، هر روز، کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا و همیشگی ما میگیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زکزکی هیهات من الذله. انشاءالله این چند تا کلمه که بنده فارسی ضعیف از همه شنوندگان عذرخواهی میکنم که تحمل کردم با این فارسی که، ولی امیدوارم که گرفتی چی میکنم بگم با این که توضیح واضح نیست. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. هل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زکزکی هیهات من الذله. ان شاء الله سوف نستمر.